بر شما همراهان عزیز یاسکروشه. با یه ویدئوی دیگه و یه آموزش دیگه در خدمت شما هستم. امروز میخوایم بافت دو مدل کش بافت رو با هم یاد بگیریم. قبل از شروع آموزش خوشحال میشم کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هر زمان که ویدئوی آموزشی رو گذاشتیم خیلی سریع در اختیارتون قرار بگیره. خب بریم که داشته باشیم آموزش امروز. مدل اولی کش بافتی که میخوایم ببافیم این هستش. ببینید به این صورت. این کش بافت توی جاهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیره، مثل لبه کلاه، لبه مورچه آستین، برای ژیله ها توی لبه حلق آستین، دور یقه، پایین ژاکت یا سوشرت. حتی به تنهایی با استفاده از این بافت میتونیم شال گردن ببافیم، میتونیم کلا با استفاده از این بافت کلاه ببافیم. برای بافت کیف دستی، کیف پول یا خیلی جاهای دیگه این بافت کاربرد داره که حالا به مرور که جلو بریم آموزش‌های مختلفی رو ازش می‌زنیم. برای نمونه این بافت برای لبه دور کلاه هست، چوب کلاه. خب ما به تعدادی که نیاز داریم بسته به سایزی که میخوایم ببافیم از عرض پا زنجیره میزنیم و شروع میکنیم به پای بلند بافتن با یه تفاوت کوچیک که الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید من اینجا 8 تا زنجیره زدم و پای بلند بافتم. حالا شما فکر کنید که این رج اوله، پای بلندامون بافتیم، رسیدیم به انتهای رج. حالا میخوایم ادامه بدیم. اینجا 3 تا زنجیره میزنیم و کارمون رو برمیگردونیم به این صورت. بعد که کارمون رو برگردونیم از زنجیره بعد میخوایم شروع کنیم به بافت. ما برای بافت همیشه میگفتیم اینجا 2 تا حلقه داریم. از زیر هر 2 تا حلقه قلابمون رو عبور میدادیم. اما اینجا برای کش بافت ما میایم قلابمون رو فقط از این حلقه پشتی عبور میدیم و از حلقه پشتی نخ رو وارد میکنیم، نخ میگیریم به اصطلاح و پای بلندمون رو میبافیم. به همین صورت از حلقه پشتی نخ میگیریم و پای بلند رو از این قسمت. به همین سادگی پس چی شد؟ از حلقه پشتی زنجیره یا گیز بافتی که اینجا برای ما ایجاد شده نخ میگیریم و پای بلند میبافیم. آموزش پای بلند هم به طور واضح و کامل توی ویدئوهای قبلی گذاشتم. عزیزانی که ندیدن میتونن یه سر به کانال ما بزنن و آموزش پایه‌های کاربرد قلاب بافی رو ببینن تا انتهای رج. خب دوباره برای ادامه 3 تا زنجیره میزنیم و کارمون رو برمیگردونیم. باز به همون صورت این بار هم از حلقه پشتی نخ میگیریم دوستان، از این قسمت نخ میگیریم و پای بلند میبافیم. به همین صورت ادامه میدیم تا اون طول مد نظرمون برسیم به اندازه دور سر. مثلا این که برای کلاهه، یک کلاه بچگونه است، من به اندازه دور سر حدود 1 تا 2 سانت کمتر این طول کارمون رو ادامه میدیم و با متر سانت میزنیم. در انتها هم دو سر کارمون رو به هم وصل میکنیم که حالا وصل کردنش رو توی آموزش کلاه براتون میذارم. به همین سادگی. خب بریم برای آموزش مدل دوم کش بافتمون که من امروز با این کامبای مخمل بافتمش که سایز درشتری داشته باشه و ویدئو بهتر دیده بشه. خب ببینید ما برای این کش بافت مدل دوم از
پای برجسته میخوایم استفاده کنیم. ببینید توی نقشه های بافتمون پای برجسته رو به این صورت نشون میدن. یک حالت قلاب طور داره پایینش. پای برجسته از جلو به سمت راسته، پای برجسته از پشت به سمت چپ این هلال پایینش. پس امروز میخوایم این دوتا پایه رو یاد بگیریم و با استفاده از اونها کشباف ببافیم. این کشباف هم خیلی استفاده های مختلفی داره، هم در مواردی که برای نوع اول گفته شد و هم میتونیم اون رو اصلا برای بالاتنه لباس هامون، مخصوصا لباس های بچه ها، بالاتنه سارافون ها ازش استفاده کنیم و فوق العاده کار زیبایی میشه. خب ببینید من یه تعداد زنجیره زدم و رج اولم رو پایه بلند ساده بافتم. خب یک رج پایه بلند ساده بافتم. حالا میخوایم بریم برای رج دوم. اینجا 3 تا زنجیره میزنم. هر 3 تا زنجیره معادل با ارتفاع یک پایه بلنده. پس هر زمان که میخوایم پایه بلند ببافیم ابتدای رجمون 3 تا زنجیره میزنیم. کارم رو برمیگردونم. توی پای برجسته این 3 تا زنجیره رو که زدم معادل میکنم با پای برجسته از جلو. پس پایه بعدی رو برجسته از پشت میخوام ببافم. نخ پشت قلاب. همیشه از اینجا نخ میگیریم دیگه، از این گندمیه. حالا این کار نمی کنیم. برای پای برجسته میایم از این قسمت پشت به این صورت. ببینید از پشت پای. ببینید از این منم نشونتون بدم. ببینید اینجوری. یا کارمون که تابه کنیم. ببینید از اینجا. خب از این قسمت نخمون رو میگیریم. این نخ رو از اینجا میگیرم، خارج میکنم و حالا پای بلندم رو میبافم. خب ببینید این از پشت برجسته شد. حالا بعدی رو برجسته از جلو میبافم. میام اینجا اینطوری قلابم رو از اینجا عبور میدم. نخ میگیرم و پای بلندم رو میبافم. ببینید اینجا برجسته از جلو. یک در میون به همین صورت. یکی برجسته از پشت، بعدی برجسته از جلو. دقت کنید که از کجا نخ میگیرم، قلابم رو از کجا عبور میدم. بافت هم پای بلنده، فقط نکتهش اینجاست که ما نخمون رو از کدوم قسمت بگیریم، در ابتدا قلابمون رو از کجا عبور بدیم. من تا انتهای رج ببافم که شما عزیزان ببینید به چه صورت شد. و این هم انتها که میشه برجسته. خب یه نکته دیگه هم این که به تعداد زنجیره هاتون دقت کنید که تعداد زوج باشه، که ما وقتی ابتدای رجمون میشه برجسته از جلو، انتها بشه برجسته از پشت. برای کارهایی که
میخوایم اونا رو اینجوری مثلا مثل لبه کلاه به هم وصل کنیم، دور بدیم، اینجا مثلا ابتدا و انتها 2 تا برجسته از جلو کنار هم قرار نگیره یا 2 تا برجسته از پشت کنار هم قرار نگیره که ظاهر کارمون ظاهر شیک‌تری داشته باشه. خب ببینید عزیزان، من بیارم نزدیک. ببینید برجسته از جلو شد، این هم پشتشه به هم. این هم میشه یه کشبافت که توی بافتای زیبا ما میتونیم ازش استفاده کنیم. به همین صورت ادامه میدیم. حالا برای رج بعدی دوباره من اینجا 3 تا پای بلند میزنم، 3 تا زنجیره، ببخشید 3 تا زنجیره میزنم، کارو به هم گردونم دیگه. حالا کارم آسون‌تر شد. من همه اونایی رو که ببینید اینجا از پشت بوده از پشت میگیرم و اینهایی رو که از جلو بافتم و از همون جلو میبافم. یعنی دیگه یه رج که بافتیم کارمون دستمون میاد که کدومو باید از پشت باشه، کدومو باید از جلو بافت بشه. کامل مشخصه. خب ببینید اینم شد رج بعدی. حالا من یه مقدار ادامه میدم بافتو و کار رو بهتون نشون میدم. خب عزیزان ببینید من چند رج بافتم و به این صورت شد. کش بافت و برجستم به این صورت که میتونیم بافت خیلی زیبایی رو باهاش داشته باشیم. خیلی خوشحالم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. سپاسگزارم. ممنون میشم که سابسکرایب کنید کانالمون رو، زنگوله رو بزنید تا ویدیوهامون راحت‌تر در اختیارتون قرار بگیره و با آموزش‌های جذاب یاسکراشت همراه باشید. قرار زمستون خیلی گرمی رو با هم ببافیم و بافت‌های زیبایی رو کنار هم داشته باشیم. سپاسگزارم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. تا ویدیوی بعد، بدرود.